چجوری لسانمون رو قوی کنیم. خب شاید این سوال برای شما هم پیش اومده باشه که چجوری باید لسانمون رو قوی کنیم، چقدر بخونیم، اصلا چجوری باید بخونیم. خب خوندن چند تا نکته داره که الان همشونو با هم یکی یکی پیش میبریم. مرحله اول پیدا کردن یه متنه که حالا فرقی نمیکنه متنتون کوتاه باشه یا یه متن بلند باشه. خب شروع میکنید به خوندن متن. هر کلمه‌ای که نمیدونستید رو هایلایت میکنید و هر کلمه دیگه ای رو که فکر میکنید یه کلمه کاربردی هستش و نیاز دارید که اون رو بیشتر توی جملاتون استفاده کنید، اونم به یه رنگ دیگه هایلایت میکنید. مرحله دوم که اصلی ترین مرحله است وقت اینه که تمام کلماتی که هایلایت کردیم و یه جا یادداشت بکنیم. نکته اصلی اینه که شما علاوه بر این که معنی اون کلمات رو به فارسی نوشتید، باید خودتون رو مجبور کنید معنی اون کلمات رو به صورت آلمانی هم بنویسید، حتی با دایره لغات کوچیکی که دارید. چه اشکال داره یه وقت از ترنسلیت یا چت جی پی تی هم بخواید کمک بگیرید. این روش قوی کردن لسانتونه. اگه از اینجور ویدیوها خوشت اومده خوشحال میشم یه سر به چنلم بزنی و منو سابسکرایب کنی. بای بای.